دادگاه عالی شاهیگری عربستان سعودی اعلان کرد که حج امسال به 30 آگوست یعنی روز 8 ماه ذوالحجه راست می آید. حج یکی از 5 رکن اساسی دین اسلام است. این مراسم از 5 تا 6 روز دوام کرده به زائران امکان می دهد که یکی از اعمال پیامبر محمد یعنی ادای واپسین حج در مکه را تکرار کنند. به نوشته خبرگزاری های عربستان سعودی، افزایش شماره زائران به شرافت کوشش های شاهیگری است که برای بهتر کردن شرایط قبول آنها پیوسته تلاش دارند. سالهای اخیر 2 مسجد اساسی بازسازی شد، راههای نو، فرودگاه ها و مهمانخانه ها بنیاد گردیدند و امکانات اردوگاه های خیمه‌ای نیز بیشتر گردید. خدمات بهداشتی برای زائران از حساب ساختمان بیمارستان و درمانگاه ها بهتر کرده شد. به خاطر تامین امنیتی زمینی و هوایی تدبیرهای علاوه‌ای را روی دست گرفتند. برای تازه کردن 2 مسجد بزرگ اساسی و سرد نمودن هوای وادی عرفات که در 20 کیلومتری مکه جایگیر است، نظام خودکار اختراع شده است. این نقطه اوج مراسم حج ایستادن در بالای کوه است. بعد این تقدیم قربانی و سنگزنی به تمثال ابلیس در مکه شروع می شود. این مراسم که با نام جمرات معروف است، معمولا در روزهای عید قربان اجرا می گردد.